هیلا خونه تو 2 طبقه است نه؟ خب که چی؟ به جایی که این همه از پله بالا پایین بری، این که میگم رو بساز. اول یه چاله 14 بلاک رو به ارتفاع 7 بلاک زمینش کامل ابسیدین میچینی. حالا به دیوار دلخواه 3 تا ابسیدین گوشه، یه دونم بالا روش ردستون کاری میکنی، یک دونم اضافه اینور میذاری، یه دونه ابسرور روش، ردستون بلاک، آیرون بلاک و دکمه. حالا 3 تا ابسرور 4 تا ابسرور اینجا، این دوتا رو باید بکنی حتما. اسلایم بلاک، استیکفیسون، اسلایم بلاک، استیکفیسون، اسلایم بلاک روش با اسلایم بلاک پر میکنی، دوباره روش آیرون بلاک میذاری. حالا این دو رو کامل با ابسیدین میپوشونی که پایینش دیده نشه. حالا تا هر جا که میخوای بری بالا ابسیدین بذار، بالاشو بپوشون، پایینم به اندازه یه دونه آیرون بلاک دکمه. حالا پایینو به اندازه 2 بلاک ابسیدین بذار، اونجاشو میکنی، یه دونه پیستون میذاری. حالا به صورت پله ابسیدین میذاری که بتونی از روش ردستون بکشی. حالا این باید کار کنه درسته. حالا ویدیو رو لایک میکنی، چنل ما رو هم سابسکرایب. واسه ببینم این واقعا کار میکنه؟ اگه دنبال سازهای بیشتر هستی ساب کن.